دوستان خودتون کانال ما بچه ها دمتون گرم که من حمایت میکنین. مثلا اول راه یه چند تا لایک ویدیو ها من میخوره. دمتون گرم. موضوع ویدیو اینه که پینگو به شدت بیاری پایین. ببین امروزا کلن کالاف کلن خرابه، اوضاع پینگا کلن خرابه. ببین بچه وقتی بچه رو که استارت میکنی یه وقت پینگ اصلا رفته 100 اینا، اصلا پینگ یهو میره 200. اگه میخوای پینگ تو مثلا بیاری 80، بعضی موقع اصلا این روش کار نمیکنه، بعضی موقع هم خیلی به دردت میخوره. پس این روش چون به دردت میخوره، اگرم به دردت خورد و تونستی با این روش پینگ تو بیاری پایین، حتما تو کامنت ها برام بگید. حتما بچه الان نگاه کنین پینگ من نگاه 198 190 خدای جنگ یا میبینین پینگم 199. نمیدونم چرا. میاین صفحه گوشی آیپد هرچی حالت پرواز، همین حالت هواپیما رو دوبار خاموش روشن میکنی و وای میسی تا نتت بیاد. بعد میای پینگ من نگاه کنین، پینگم رو نگاه کنین بچه ها چند شد. بچه ها خودتون بگین دیگه چند شد پینگم. خودتون بگین پینگم چند شد. ناموسن سمی‌ترین روشی که من پیدا کردم. پینگت خیلی میاد پایین، خیلی میاد پایین. بازم اگه بره بالا دقیقا همین کار رو چند بار انجام بده درست میشه، نگران نباش. دمتون گرم بچه‌ها تا یه ویدیو دیگه. خدا نگهدار.